الله تعالی می فرماید: ای فرزند آدم، موافق نیازت به من تابع باش، زیرا صبر تو بر آتش جهنم کفایت کننده نیست. و در این دنیا به قدر احتیاجت زحمت بکن، زیرا اینجا جای اعمال است. با آنکه پایانی تو دور است و رزقت با توست و گناهانت به جزا میمانند، فریفته مشو، حالانکه همه چیز غیر از ذات او نابود شونده است. او تقدیر همه چیز را مقرر میکند و همه اتان به سوی او بازگردانده میشوید. ای فرزند آدم، اگر از جهنم همان قدر بترسی که از فقیری میترسی، از آن نجات مییابی و من به تو از آن جایی که گمان نمیکنی رزق میدهم. اگر شما آرزوی بهشت را همان گونه داشته باشید که دنیا را آرزو میکنید، پس من شما را در دو جهان خوشبخت میگردانم. اگر شما نام مرا یاد کنید چنان که یکدیگر را یاد میکنید، فرشتگان شب و روز شما را سلام میدهند. اگر نسبت بندگان فقیر پرهیزگار من مهربان باشد و به آنها همان گونه نیکی کنید که به ثروتمندان و صاحب مقامان دنیا میکنید، پس من نیز به شما نیکی خواهم کرد، چنانی که به پیامبرانم نیکی کردم. ولی شما دلهای خود را با محبت دنیا مرده میگردانید، حالانکه پایان آن نزدیک است.